وقتی که میگن از زیر پلو ملی برآمد، یعنی هموطنای ما خوشحالی میکردند که یک افغان در کنگرس آمریکا راه پیدا کرد. عایشه وهاب. و حال عایشه وهاب گفته باید ایالات متحده یا آمریکا باید با طالبان تعامل بکنه. گفته باید روابط خود را با طالبان خوب بسازه. یعنی این خودش یک زن است، خودش یک خانم است. وقتی که خانم های افغانستان را درک نمیکنه، وقتی که خودش درک نمیکنه نزدیک به 4-5 میلیون دختر خانم از تحصیل محروم هستند، دیگر چه باید گفت؟ اینها همو طالبان نکتای پوش یا همو لابیگران هستند که خودشان آزادانه برهنه سرلوچ پایلوچ هر اونجایی که میخواین میگردن، آزاد هستند، تحصیل میکنن، حتی با کنگرس آمریکا راه پیدا میکنن. ولی میخواین که دختر خانم های افغانستان از تحصیل محروم باشن. همیشه باید هوشیار باشیم که چه کسی را انتخاب بکنیم. ببینید، همیشه باید هوشیار بود و باید این دو اشخاص را شناخت و پیدایش کرد که واقعا چه کسانی برای طالبان، برای تروریستان لابیگری میکنند. هوشیار باشید.